سلام و درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشین. برگشتیم با اپیزود 2 رسارنت. رنت این هفته درباره چیه؟ خب تو تایتل دیدین حتما. درباره یه آقای به اسم ریک روبین هستش که یکی از معروفترین تهیه کننده های موسیقی آمریکا هستش، مخصوصا سبک هیپ هاپ. کاملا هیپ هاپو به سبکی که الان میشناسین، سبک کلابی و خفن، این آقا در آورد. و قبل از این آقا هیپ هاپ فقط تو کلابا اونجوری پخش میشد که دیجی ها آهنگا رو پخش میکردن، ولی جوری که خود رکوردا به صورت آفیشیال آهنگا رو ضبط میکردن خیلی بی خطرتر و اصطلاحاً خونگی تر بود، با بیت های پایین تر که خانواده ها بیشتر بتونن بخرن. ببینیم ریک روبین کی هستش اصلا. 10 مارچ 63 به دنیا اومده. اسم کامل عزیز فردریک جی تو پرانتز ریک روبین هستش. از لانگ بیچ نیویورک هستش و دانشگاه NYU هم رفته، اتفاقا دانشگاه خود نیویورک. روبین توی مدرسه که بود با مسئول لوازم صوتی و تصویری مدرسه دوست شد و برای اولین بار اون آدم کسی بود که بهش چند تا درس گیتار و آهنگ نویسی داد. بعداً با 3 تا از دوستاش یه بند درست کردن و توی گاراژها اجرا کردن. اینجا اولای بندا معمولاً توی اجرای تو گاراژها و پارتی‌های خونگی شروع میشه. بعدش بزرگتر میشن، میرن تو کافه‌های محلی و دیگه حالا هرچی بزرگترشن جای بزرگتر. بعدش یه ذره که گروهشون بزرگتر شد، یکی از معلماشون بهشون کمک کرد که گروهشون رو رسمی کنن و اسم بهش بدن و یه شکل بهتری بهش بدن. اسم گروهشون رو گذاشتن پریکس که دووم زیادی هم نیورد. اولین کمپانی هم که باعث معروفیتش شد کمپانی دف جم رکوردز بود که راه انداخت. بعداً توی رکوردهای خیلی بزرگتری هم سهامدار بود، هم پرزیدنت بود، مثل رکورد کلمبیا و چند تا دیگه، ولی دف جم رکورد اولی بود که خودش راه انداخت. از همون سالایی که تو NYU بود توی دورم دانشگاه شروع کرد به ساخت موسیقی برای خواننده‌های تازه کار و بعد از چند تا آلبوم با راسل سیمنز که آردی یه منیجر موسیقی موفق بود آشنا شد و از اون به بعد بود که کمپانی دف جم تونست خواننده‌های خیلی بزرگتری رو بگیره و رشد شدیدی کرد. همونطور که گفتم از سبک هیپ هاپ شروع کرد کاراشو، چون که میرفت توی کلابای دور و بر دانشگاه و میدید که چقدر آهنگای هیپ هاپی که توی کلابا دارن پخش میشن بیتای خفنی دارن، بیتای باحالی دارن. دیجی ها اونجا اصطلاحاً این آهنگا رو دیسک جانکی میگفتن، برای همین بود که چون واقعا دیسکا رو عقب جلو میکردن، اون افکتای صدا رو بهش بدن و بیس بیشتر روش میذاشتن و خیلی باحالتر بود. ولی وقتی که خودش این آلبومای هیپ هاپو میخرید، میدید که هیچ کدوم از این صدا رو ندارن، خفنی نداره، خیلی صدای بدون هیجان و یه دستی دارن. برای همین به ذهنش رسید که بره چند تا آرتیست هیپ هاپ رو راضی کنه که بهش اجازه بدن به اون سبکی که صدای آلبوماشون تو کلابا پخش میشه این براشون یه سر آلبوم پرودوس کنه. کارنامه ریک روبین رو واقعا همه اسمایی که باهاشون کار کرده رو بخوام بگم باید 5 تا اپیزود تهیه کنیم، نمیشه. برای همین یه سری از اسما که به نظرم آشناتر اومد و جدا کردم، الان به صورت مسلسلی میایم براشون. LL Cool J, Beastie Boys, Run DMC, Slayer, Public Enemy, Andrew Dice Clay, Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, Johnny Cash, AC/DC, System of a Down, Rage Against the Machine, Aerosmith, Slipknot, Lil Jon, Shakira, Neil Diamond, Justin Timberlake, Kanye West, Metallica, Adele, Linkin Park, Lana Del Rey, Black Sabbath, Ed Sheeran, Wu-Tang Clan, Neil Young, Jay-Z, Tyler the Creator و Imagine Dragons. فقط چند تا از اسمایی هستن که با ریک روبین کار کردن. این فرد کلاً یه سلیقه بسیار با کیفیت داره که تو صنف‌های مختلف هنری بسیار بهش احترام میذارن و به جز موسیقی توی صنعت‌های دیگه مثل کمدی، همین تو اسمایی که الان نام بردم، اندرو دایس کلی کمدین هستش، بعضی فیلمسازا باهاش کار میکنن. یه آدمیه که نظرش برای جامعه هنری آمریکا خیلی مهمه. حالا دلایل موفقیتش تو صنعت، مخصوصا صنعت موسیقی چیه؟ ریک روبین مثل خیلی تهیه کننده‌های دیگه فوکسشو نمیذاره روی اینکه مردم چی میخوان یا الان چه چیزایی ترنده. این همون دیدیه که استیو جابز هم داشت. نظر استیو جابز هم این بود که واقعا نظر مردم آخرین چیزه. نظر ریک روبین هم همینه که واقعا نظر مردم آخرین چیزیه که اهمیت داره، چون مردم فقط میدونن چه چیزایی تا حالا شنیدن و خودشون الان نمیدونن که چه چیزی دوست دارن بشنون. وظیفه پرودوسر، آهنگساز، آرتیست، فیلمساز، وظیفه این هنرمنداست که به مردم چیز بعدی رو نشون بدن و بتونن اونقدر که لازمه احساسات خودشون رو بذارن توی قضیه که این داستانشون یا اثر هنریشون با مردم کانکت شه. همین دید جدیدی که تو هیپ هاپ آورد و توی سبکای دیگه موسیقی هم که اکتیو بوده میتونی کاملا حس کنین. خود جانی کش گفته که بازگشت من واقعا فقط به خاطر ریک روبین موفق بود. جانی کش کاملا سبک آهنگاشو به صورت اوتلا کانتری میخوند قبلا و بعد از یه مدت اون از مد افتاد اصطلاحاً، ولی بعد از سالها ریک روبین وقتی برگشت و چند تا آهنگ براش پیدا کرد که معروف ترینش هم آهنگ هرت از جانی کش هستش که کاملا نشون میده همین قضیه رو که چه جوری این میتونه آهنگا رو پرودوس کنه،
جوری که هم با موسیقی زمان کچاپ بکنه، حالت قدیمی نداشته باشه آهنگ و برای خیلی افراد بیشتری لذت بخش باشه، هم اون حس خاص سیگنچر جانی کش توی آهنگ هنوز باشه. همین کارو توی سبکای دیگه هم به موفقیت انجام داده. سیستم آف دان، هر کسی که طرفدارشه میدونید چقدر کاراشون خاصه. خود اونا رو ریک روبین توی یکی از کافه‌های خیلی معروف الی پیدا کرد، کافه مخصوص موسیقیه، و کلی به تانک سرجیان و کل گروه کمک کرد که آلبوماشون رو بنویسن و بدن بیرون. از لیریکس نوشتن تا آهنگ نوشتن و بقیه پارت‌های آلبوم همه جا دخیل بوده. فلسفه شخصی ریک روبین هم چند تا نکته جالب داره. به صورت کلی همیشه آدمیه که سعی میکنه از نظر روانی یه رهایی خاصی داشته باشه. موفقیتش باعث نشه بیشتر دچار گیروبندهای مختلف بشه، بلکه این موفقیت رو جوری استفاده کرده که بتونه انسان رهاتری باشه، نگرانیای کمتری داشته باشه که بتونه با تمام حواس و روانش فوکسشو بذاره روی هر اثر هنری که نیازه. یه سری عادتهای روزانه مثل بدون کفش راه رفتن یا با لباس خیلی معمولی گشتن یا مدیتیت کردن هر وقتی که وقت خالی در روز براش پیش میاد، از جمله عادتایی هستن که بهش کمک میکنن تو این جهت. نکته جالب دیگه ای هم که تو روش کاریش همه آرتیستا دوست دارن اینه که به همشون پیشنهاد میده. بهشون نمیگه کارو چجوری انجام بدی، بهشون نشون میده که چجوری میتونن راهشون رو پیدا کنن. همه آرتیستا با خیال راحت و اعتماد کامل به حرفاش گوش میکنن و خیالشون راحته که هر پیشنهادی که ریک روبین بهشون میده فقط یک پیشنهاد در جهت بهتر شدن هنرشون و اگر به هر دلیلی به این نتیجه برسن که نمیخوان اون کار رو انجام بدن، هیچ جوابی نباید پس بدن. چند ماه پیش ریک روبین اولین کتاب خودش رو منتشر کرد به اسم The Creative Act: A Way of Being. این کتاب برای فردیه که دوست داره یک زندگی خلاقانه داشته باشه، دوست داره ذهن خلاقش رو در کل عمرش فعال نگه داره و ازش استفاده بکنه، چه در جهت پول درآوردن چه فقط به خاطر سرگرمی. ولی افرادی که ذهن خلاق دارن میدونن که اکتیو نگه داشتن این ذهن چقدر در بهتر بودن مودشون کمک میکنه و توجه نکردن به این ذهن خلاق چقدر میتونه باعث دپرشن بشه. برای همینه که این کتاب به نظر من خیلی کتاب با ارزشیه. اول کتاب با یه کوت از رابرت هنری باز میشه. انگلیسیش میگه The object is not to make art. It is to be in the wonderful state which makes art inevitable. هدف این نیستش که هنر خلق کنیم. هدف اینه که تو اون حال هیجان انگیزی بریم که توش هنر خلق نکردن غیر ممکنه. این کتاب حدوداً 400 صفحه داره و تقسیم شده به 80 چپتر 2 تا 3 صفحه‌ای. راهنمای همه جانبه مناسبیه برای اینکه ذهن خلاق رو بشه پرورش داد و در شرایط مناسب خلق قرارش داد، مخصوصاً وقتی سختی‌های روزانه زندگی مانع هستن. چپترها خیلی کوتاه و قابل فهم هستن و موضوع چند تاشون رو فقط بخوام نام ببرم: خلاقیت، آگاهی، دنبال انگیزه گشتن، ضمیر ناخودآگاه، شک به خود، نیت، قوانین و غیره و غیره هستش. واقعا پیشنهاد میکنم اگر ورژن انگلیسی یا فارسی این کتاب رو جایی تونستین تهیه کنید وقت بذارین و بخونیدش. دمتون گرم رفقا. امیدوارم با ریک روبین همونقدر که من حال کردم شما هم حال کرده باشین و در زندگیتون بتونید درسای خوبی از فلسفه‌اش بگیرید. مرسی که تا اینجا برنامه رو گوش کردین. تا رسارنت بعدی دم همتون گرم. فعلا.